پسنداز نداریم، پول نداریم و در کجا مونیم. اگر می داشته در کجا؟ اگر می داشتیم در کیسه و یک دو روز نمیخوردیم. در بانک میموندم برای آنکه من با بانک باوری دارم. در کدام بانک میموندید شما؟ امانت بانک. پسندازم رو در بانک میمونیم. خیلی خوب است. در کدام بانک میمونید؟ بانک بسیارتر بانک امانت بانک بسیار بانک خوب است باوری میپذیرم. برایش مثلا شما در خانه نمیمونید یا که در خانه مثلا خواب دچار شدنش ممکنه. خیلی در خانه دیگری که برای که در بانک بود حتی حاضر گرفته نتوانستیم. این معاش که ما میگیریم برای پسندازی هم نیست. اگر چه امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ایستادگیان شکایت میکنن نریزه مینویسن که پسندازشون گرفتن نمیتونن. میترسیم که اگر پول دار شدیم اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک بگذاریم چون که از اونجا گرفتن شاید نتونیم. بهترش که در خانه بمونیم. بهترش بی پول باشیم. یک چی کدوم از شاعرها گفته است کیسه برانم در این پیرخه هر که تهی کیسه تر آسوده تر هر کس که جیبش خالی باشه و آسوده تر. هر که بانک مونه خوب تر. شما در بانک میمونید؟ در مقصد اونجا مؤسسه است خدمتشون دیگه دل پرتر.